بسیار درود میفرستم خدمت تمامی مخاطبین عزیزی که این ارائه رو میبینند و میشنوند. این پاورپوینت در حقیقت سخنرانی هستش که در همایش سالانه جامعه دندانپزشکان ایران در پانلی با عنوان علوم انسانی در دندانپزشکی ارائه شد در کنار عزیزان و همکارانی که در حوزه علوم انسانی پزشکی صاحب نظر و صاحب قلم هستند. بنده در این همایش یا در این ارائه به مبحث چالش‌های برنامه‌ریزی آموزشی در دندانپزشکی اشاره کردم که خب اگرچه آموزش خودش یکی از حوزه‌های علوم انسانی محسوب میشه، ولی با توجه به اینکه تم یا شعار همایش امسال مسئله شکست در درمان بود و تصمیم گیری هایی که باید در شرایط بحرانی انجام بدیم، موضوعیت عرایض من با این پانل یک مقدار شاید بتونم بگم تفاوت هایی داشت، به این دلیل که سایر عزیزان مسائلی رو مطرح می‌کردن که یک دندانپزشک دانش آموخته و در حال فعالیت ممکنه باهاشون مواجه بشه، در حالی که بنده به اون ساختار آموزشی که در دوران دندانپزشکی بوده میخوام اشاره بکنم و حالتی و رویکردی گذشته نگر داره. خب مسائلی رو که ما در درمانمون ممکنه باش مواجه بشیم بر حسب آن چیزی که در دوره دانشجویی یا دوره دندانپزشکی آموختیم، هر موقع با شکست مواجه میشیم، خصوصا در سالهای اول معمولاً شکست هامون رو میریم و در منابع علمیمون جستجو میکنیم که گویی خطاها رو غالباً در شکل تشخیص نادرست، ارائه طرح درمان نادرست و یا ضعف در انجام فرایند درمان یا اصطلاحاً اون پروسیجرهای درمانی هی جستجو میکنیم. اما هر چقدر که میگذره میبینیم نه، مواردی هستند که از این چارچوب خارج هستند و در عین حال برای ما میتونه منجر به شکست هایی بشه و ما این شکست ها رو اصولاً به شکل تجربه میآموزیم و از اونها درس میگیریم، در حالی که این حالتی است که برای ما هزینه بیشتری خواهد داشت. میتونیم بگیم که همین شعار زندگی بیرحمترین آموزگار است شامل حال این حالت میشه. اما وقتی هر چقدر که کارمون پیش میره و درمان تجربهمون میره بالاتر، میبینیم مسائلی وجود دارن که شاید اگر در مورد آنها آموختیم و بعد پیاده سازی میکردیم، این حالت شکست های ما رو کمتر میکرد و مواردی هستند که به نظر تکرار شونده و آموزش پذیر هستند. برای مثال شما بیماری رو در نظر میگیرید که به شما میاد، یک مراجعه میکنه، یک جلسه درمانی براش کار انجام میدید و دیگه پیداش نمیشه. همچین فردی شما وقتی که میگید پیش خودتون فکر میکنید و میگید شاید من تشخیص درستی داشتم یا نداشتم، درمان درستی داشتم یا نداشتم، همه اینا رو رصد میکنید، ارزیابی میکنید و میبینید تو این قسمت ها مشکلی نبوده. پس چه چیزی باعث شده که جلسه اول رو مراجعه بکنه و جلسه دوم رو دیگه مراجعه نداشته باشه؟ خب بر حسب تجربه عزیزان با تجربه میرن و از راهکارهای مختلف استفاده میکنند، مثل اینکه مدیریت مطبشون رو مجهز میکنن به ساختارها و پروتکل‌های مشتری مداری یا CRM که اون یک رویکرد میتونیم بگیم بیزنس محور هستش و جلب مشتری. اما به هر حال این هم خودش یک نوع افزایش یادگیری است در حوزه‌ای مثل حوزه علوم انسانی از جنس مدیریت. و یا ممکنه که
عزیزان دندانپزشک همکار با مسائل روانشناسی چون در طول دوره آموزشیشون یا بیماری‌های روانی آشنایی داشتند، میرن به سراغ این که در این حوزه مطالعه بیشتری بکنن و پیش خودشون فکر بکنن که شاید یک تحلیل شخصیتی نادرست از بیمار داشتند و این تحلیل شخصیتی به درستی انجام نشده بوده. در مورد مثال قبل هم که گفتم از روی کرده مشتری مداری یا CRM استفاده میکنن، باز ممکنه ببینن هر چقدر تماس میگیرن قابل پیگیری نیست و بیمار دیگه به تماس ها پاسخ نمیدهد. در مورد تحلیل شخصیتی هم اشتباهی که ممکنه صورت بگیره این هستش که ممکنه یک طبقه بندی یا برچسب اضطراب به این بیمار داده شده که بیمار مضطرب بوده که دیگه مراجعه نکرده، در حالی که خب معمولا میدونیم اضطراب حالتی هستش که بیمار وقتی اضطراب داره در همون بد و امر اصلا به دندانپزشک ممکنه مراجعه نکنه، نه به اینکه یک بار اومده درمان شده و دیگه مراجعه نکرده. مباحثی که در این پنل اشاره می شود و شده معطوف به این هستش که بحث روابط انسانی، مسائل انسانی و اینکه ما جنبه‌های عمیق‌تر انسانی رو در مراوداتمون و تعامل با بیمار لحاظ ممکنه نکرده باشیم. یکی از این جنبه‌ها جنبه‌های فرهنگی یا اعتقادی است. فرض کنید این بیمار مورد نظر ما خانمی بوده که حالا چه حجاب را رعایت میکنه و محجبه هستش، چه خانمی که بی حجاب هست. شما در هر دو حالت ممکنه به اون خانم گفته باشید مورد اول خانم لطفاً این حجابتو بردار یا بزن کنار چون مزاحم کار من هستش، و یا اینکه به خانم دوم بگید سیاست این مجموعه به این شکل هستش که باید از شما خواهش بکنیم که حجابتون رو رعایت بکنید. همین برخورد و مواجهه گویی که توأم با احترام، گویی که با ارائه توضیحات لازم بوده، اما با ساختار فکری، عقیدتی، فرهنگی اون خانم همخوان نبوده و ایشون اونجا رو دیگه به عنوان مرکز درمانی خودش یا اون پزشک رو به عنوان درمانگر خودش دیگه در نظر نمیگیره و میره درمان رو در جای دیگه پی میگیره. در مورد در آموزش دندانپزشکی برای اون دسته از عزیزانی که شاید آشنایی نداشته باشند میگیم دندانپزشکی از رشته‌های زیرمجموعه پزشکی محسوب میشه که خودش معمولاً در حوزه علوم تجربی طبقه بندی میشه. علوم تجربی نه از اون دسته مواردی که با دیپلم تجربی یا دیپلم ریاضی بخوایم معادلش بکنیم. علوم تجربی به اون دسته از علومی گفته میشه که ارکان خودش یا محتوای خودش یا زیرساختاش همگی بر پایه علم تجربی، علمی که به وسیله مشاهده، به وسیله آزمون، سنجش و معیارهای اصولاً عینی به دست میاد و بدین طریق خودش رو گسترش میده. آن چیزی که بین ما همکاران ممکنه به عنوان اویدنس یا شواهد اطلاق بشه. وقتی میگیم اویدنس بیست معمولاً شواهدی از جنس علوم تجربی مد نظرمون هست. بنابراین رشته‌های دیگری مثل فیزیک، شیمی، مهندسی، رشته‌های فنی، همه اینها در حوزه علوم تجربی طبقه بندی میشن. در حالی که شخصاً این اعتقاد رو دارم که علوم پزشکی یک جایگاه منحصر به فردی داره و اون هم به این دلیل هستش که در سایر علوم تجربی آن چیزی که مورد مطالعه، بررسی یا مداخله قرار میگیره از جنس ماده یا ساختارهای بیجان هستند، در حالی که علوم پزشکی یک جایگاه منحصر به فردی داره که علاوه بر اینکه از علوم تجربی بهره میگیره، اما اون سوژه یا اون مورد مطالعه انسان هستش، انسان جاندار، انسان دارای عواطف، انسان دارای احساسات و واکنش هایی که ممکنه از خودش بروز بده. شما در سایر علوم تجربی اون سوژه رو اگر تحت فشاری قرار بدید، مثلا ماده‌ای رو بهش ضربه وارد بکنید و ببینید این کی شکست درش اتفاق میفته، اون ممکنه مثلا از یک آستانه نیروی پایین‌تر باشه، مقاومت نشون بده و بعد از اون شکست اتفاق بیفته.
شما با یک پدیده و یک واکنش قابل پیش بینی روبرو هستید، در حالی که اگر فرض بفرماییم ما چنین ضربه‌ای رو به سوژه انسانی خودمون در پزشکی وارد بکنیم، واکنش طیف بسیار گسترده‌ای ممکنه داشته باشه. ممکنه اگر یک کودکی باشه و یک کمی شر باشه بگه که اصلا هم دردم نگرفت، یا بیماری باشه که مثلا فقط دلخور بشه ولی سکوت بکنه، بیماری باشه که اعتراض بکنه، یا اصلا بیماری باشه که با ما مواجهه فیزیکی پیدا بکنه. به خاطر این طیف گسترده از واکنش هاست که پیش بینی پذیری مداخلات درمان و تعاملاتی که ما با بیمارمون داریم دارای پیچیدگی میشه و اگر به اینها اشراف و آگاهی پیدا نکنیم ممکن هستش که به دامنه شکست های ما اضافه بشه. من در این سخنرانی با توجه به اینکه به ساختار و مسائل آموزشی میخواستم بپردازم، لازم دونستم که یک مفهوم آموزشی رو مطرح بکنم که برای عزیزان هیئت علمی در کار تدریس هستند و ارزیابی کاملا آشنا هستش. مفهومی به نام حیطه‌های آموزشی یا educational یا learning domains، دامنه‌های آموزشی. خلاصه بخوام بگم، البته این طبقه بندی است که معمولا منسوب هست به بلوم، ولی دخل و تصرف‌ها و تعدیل‌هایی هم درش صورت گرفته، ولی به این حالت همچنان مرسوم هست که طبقه بندی و شناخته بشه. میگیم آن چیزی که یاد داده میشه یا یاد گرفته میشه در فرایند آموزش از 3 جنس کلی تشکیل شده. یا اون آموزه از جنس شناختی است که مثالش رو در دندون پزشکی میگیم دروس نظری، چه علوم پایه چه علوم بالینی. دروس نظری مثل ترمیمی 2 نظری یا اندو 3 نظری، اینها مفاهیم و مطالبی درش آموزش داده میشه که از دانشجو خواسته میشه اونها رو حالا یا به خاطر بسپاره یا بتونه اونها رو شرح بده. به هر ترتیب یک همچین ساختاری رو داره. پس برای ما دانشجوی دندان پزشکی یا دانش آموخته دندان پزشکی این مورد کاملا ملموس هستش و شناخته شده. حیطه دوم حیطه مهارتی هستش. حیطه مهارتی به آن دسته از آموزه های اطلاق میشه که ساختارش به شکل آموزش یک مهارت، یا میگیم این دامنه رو در انگلیسی به عنوان سایکوموتور هم ازش یاد میشود. یک مهارتی که با دست اصولا در دندان پزشکی سر و کار داره، اون فرایند عملی باید آموزش داده بشه و ارزیابی بشه، مثل تراش حفره که شما اینها رو در واحدهای عملی در قالب پریکلینیک یا اسکیل لب و یا در بالین بر روی بیمار مستقیما درمان را انجام میدید. در حالی که حیطه سوم حیطه نگرشی یا افکتیو دامین که هست، مسائلی مربوط به آموزش باورها، اعتقادات، حالا شاید بتونیم ازش یاد بکنیم، یا آن چیزی است که از فراگیر انتظار داریم بهش باور بکنه یا بهش پایبند باشه، مثل اخلاق، مثل رازداری، مثل رفتار حرفه‌ای. اینها چیزی نیستش که شما با یک کلاس تئوری بخواید اینها رو مطرح بکنید و در انتهای اون ترم یک آزمون برگزار بکنید و دانشجو هم حتی اگر به سوالات به خوبی پاسخ داده بشه انتظار این رو داشته باشید که در آینده رفتاری حرفه‌ای توأم با احترام به این شکل از خودش بروز بده. ممکن است این آموزه رو در پایان اون ترم و پایان اون امتحان به کلی اصلا فراموش بکنه. و این حیطه‌ای هستش که اتفاقاً علوم انسانی درش بیشتر خودشو نشون میده و در اینجا بیشتر جا میگیره. اما وقتی به یک کوریکولوم دندان پزشکی، آن چیزی که در حال حاضر وجود داره، مراجعه میکنیم، میبینیم ترکیب بندی حیطه‌های آموزشی اصولاً به گونه‌ای هستش که دانش شناختی و حیطه‌های شناختی اکثریت آموزه ها رو تشکیل میده. حیطه‌های مهارتی، عذر میخوام از نویزی که داریم میشنوین، حیطه‌های مهارتی بخش بزرگ دیگه و حیطه نگرشی
تقریبا میشه گفت بسیار ناچیزه، حتی از این چیزی که در این اسلاید نشون داده میشه هم ناچیزتر هستش. به خاطر همینه که میگیم علوم انسانی که در حقیقت مربوط به اون سوژه کاری ما و حرفه ما محسوب میشه، در آموزش دندان پزشکی در کوریکولوم بسیار بسیار مغفول باقی مونده. اما چرا این آموزش در حیطه نگرشی و عاطفی مغفول مونده که در حقیقت همون علوم انسانیه و من در طول عرایضم اینها رو معادل هم به کار خواهم برد؟ دلیلش رو من به لحاظ آموزشی خواستم در این سخنرانی مطرح بکنم و به شکلی توصیفی، نه قصد تخریب تخطئه این ساختار رو دارم و نه اینکه بخوام این رو ارزش گذاری بکنم و مثلا تمام قد ازش دفاع بکنم. بیشتر میخوایم بپردازیم که چرا این گونه شده و چگونه میتواند باشد. یک تحلیل تاریخی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، باید بگیم این شکلگیری این درصد بندی از آموزه های دندان پزشکی و همچنین پزشکی برمیگرده به شاید زمان ایشون جناب ابراهام فلکسنر. آقای ابراهام فلکسنر در سال 1910 از طرف مؤسسه کارنگی مأمور میشه که دانشکده های پزشکی آمریکا و کانادا رو بازدید بکنه، ارزیابی بکنه و یک گزارش تهیه بکنه که در 1910 این گزارش رو که ملاحظه می‌فرمایید که بیش از 360-70 صفحه تقریبا میشه گفت هستش، منتشر میکنه. در این گزارش به توصیه‌ای میرسه که میتونیم بگیم نقطه عطفی است برای آموزش پزشکی در کل دنیا از جمله کشور ما. توجه شما رو به این جلب میکنم که سال 1910 یعنی ابتدای قرن 20 دنباله قرن 19 هستش که انقلاب علمی در اون رخ داده و تحولات سریع و چشمگیری داره شکل میگیره و شکل گرفته. در قدیم و در گذشته شاید پزشکی از طب اخلاطی، طب جالینوسی استفاده میکرده برای درمان بیماری ها و حالت های مختلف اخلاطی رو مثلا برای یک بیماری متصور بوده و مداخلاتش رو بر اون پایه در نظر میگرفته. در حالی که شواهد علمی تجربی نشون میداد روز به روز شواهدی رو ارائه میداد که قابلیت دفاع و حالت اثبات حتی به نوعی میشد گفت داشت. گویا اینکه در فلسفه علمی و مسئله ابطال پذیری و این موارد مطرحه که ما اینجا بهش نمیپردازیم، اما مثالش رو بخوام اینجا مطرح بکنم، بیماری هایی که قبلا در مورد درمانش تصمیم گیری سخت بود، الان شواهد نشون میدن که برای بیماری آ یک علت یا یک اتیولوژی پیدا شده به نام یک پاتوژن، یک باکتری، یک ویروس، یک قارچ و این پاتوژن به یک ترکیب شیمیایی به نام دارو واکنش مثبت نشون میده و ما برای اینکه ثابت بکنیم که این دارو برای این پاتوژن و برای این بیماری مؤثر هستش، میایم و یک کارآزمایی بالینی انجام میدیم و با حدود اطمینان بسیار بالا متوجه میشیم که داروی مورد نظر در مقایسه با چیزی مثل دارونما کاملا مؤثر عمل کرده. خب در چنین فضایی که شواهد روز به روز دارن بست و گسترش پیدا میکنن، طبیعی است که آقای فلکسنر بیاد و ساختار آموزشی رو برای ارائه یک رویه واحد در میان دانشکده‌های دندان پزشکی اون موقع که با هم منافات و حتی بعضی موقع در تضاد بودند، بیاد یک رویه واحدی رو پیشنهاد بکنه. به هر حال ساختار و نظام سلامت یک کشور موضوع بسیار حساسی است و نمیشه که فاقد نظارت باشه. نهایتا ایشون میان ساختاری رو بر پایه علوم تجربی بدین شکل که ملاحظه می‌فرمایید ارائه میکنن، به گونه‌ای که علوم پایه در ابتدای آموزش دوره‌های پزشکی مطرح بشه و بعد علوم بالینی. و ما این حالت رو کماکان داریم در کوریکولوم های خودمون در دندان پزشکی مشاهده میکنیم.
دوره دندان پزشکی که حالا 11 یا 12 ترم شما در نظرش میگیرین، ابتدا علوم پایه و بعد علوم بالینی آموزش داده میشه. تا اینجاش به نظر میاد که خیلی خوبه و تا مدت‌ها این ساختار بسیاری از نیازهای جامعه پزشکی یا جامعه رو کلا و نظام سلامت رو میتونست پاسخگو باشه. برای همینه که میگم همچنان که هست این ساختار داره پیاده سازی میشه و ازش استفاده میشه. اما به مرور زمان پژوهشگران و صاحب نظران متوجه این شدن که اون عنصر انسانی که پیشتر مطرح کردم در برنامه‌های آموزشی جاش مخفول مونده و بهش کمتر توجه شده. یک پدیده دیگه هم داره همزمان اتفاق میفته. انقلاب علمی چرخش همچنان داره با سرعت بالا میچرخه و محتوای علوم تجربی داره به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکنه. این نمودار برگرفته از یک جستجوی یا یک سرچ در سایت پابمد هستش که من از کلید واژه دنتیستری استفاده کردم و میبینید که در این نمودار در سال 1910 محتوای علمی دندون پزشکی نمایش شده 6 مقاله در سال 1910 و در سال 2024 بیش از 41,000 مقاله بوده. همین مسئله باعث میشه که در برنامه ریزی آموزشی چالشی به وجود بیاد و اینکه کوریکولوم ها باید این بروز شدن رو حتما مد نظر داشته باشن و محتوا رو سعی کنن هی اضافه و سازماندهی بکنن. اما یک مسئله محدودیت زمان هستش. ما در تاریخ دندان پزشکی آن چیزی که شنیده های بنده هستش اینه که در سال 1346 شمسی دوره دندان پزشکی در ایران از 4 سال به 6 سال افزایش پیدا کرد. اما از سال 1346 تا به امروز شاید بتونیم بگیم حتی یک ترم هم کاهش پیدا کرده. اما بگیم فرض ثابت بودن و همون 6 ساله بودن رو هم حتی در نظر بگیریم که من این دوتا بازه زمانی رو با فلش نمایش دادم، شما میبینید که سطح و حجم دانش و محتوا به چه میزان افزایش، اما دوره آموزشی همچنان ثابت باقی مونده و این افزایش دوره آموزشی هم طبیعتاً به این راحتی صورت نمیتونه بگیره. نه ساختارها و نهادهای آموزشی میتونن این بار عظیم رو تقبل بکنن. فرض بر مثال دانشکده دندان پزشکی رو شما در نظر بگیرید که به جای 6 دوره دانشجویی 10 و 12 دوره دانشجویی بخوان در آن واحد درش حضور داشته باشن. پس به یک فضای آموزشی بسیار بزرگ و با امکانات چندین برابر شما نیاز دارید. ضمن اینکه دانش آموخته این دوره اگر 10 ساله بشه، عملا وقتی وارد عرصه خدمات درمانی میشه و فعالیت خودش رو میخواد شروع بکنه، بسیار مستهلک شده. چه بسا اینکه تصور بکنید که مثلا لرزش دستش هم از همین الان شروع شده باشه. پس ما یک چالش عدم تناسب بین محتوا و طول دوره آموزشی داریم. یعنی اون چیزی که یک کوریکولوم شما منظم و مرتب تو اسلاید قبلی میدیدیم الان با یک همچین تو هم رفتگی مواجه شده که این رنگبندی ها رو من در قسمت های بعدی بهش اشاره خواهم کرد. ولی فضا برای ارائه محتواهای جدید کاهش پیدا میکنه، چه رسد به اینکه شما بخواید عرصه های نگرشی یا علوم انسانی رو هم به راحتی درش دخیل و وارد بکنید. این اصطلاحاً بهش گفته میشه تورم یا کوریکولار هایپرتروفی. اما آموزش علوم انسانی و حیطه نگرشی خودش هم چالش هایی رو به همراه داره. مسئله دشواری در آموزش، همونطور که قبلا گفتم، به این شکل به این راحتی نخواهد بود که شما سر یک کلاس بری، یک مبحثی رو درس بدی، دانشجو بخواد جزوه یا یادداشتی برداره یا بره کتابی بخونه و انتظار داشته باشیم روی جنبه‌های نگرشی یا اعتقادی یا عاطفی اون فرد تاثیرگذار باشه. نه، وقتی که ترم تموم شد یک آزمون ساده برگزار بکنی، در حالت به شکل محفوظات و از جنس شناختی باش
برخورد میکنه و ممکنه که اصلا فراموش بشه و بهش متعهد نباشه. از طرفی ارزیابی و سنجش این برنامه هم و این درس هم کار سختی میشه. شما متدهای سنجش و بررسیتون به شکل آزمون کتبی دیگه نمیتونه باشه. معمولا ارزیابی های آن چیزی که در آموزش میشه گفت بهش مثلا حالت 360 درجه یا گلوبال یا همه جانبه، اینکه تمام ارکان محیط آموزشی بخوان عملکرد یا رفتار یک دانشجو رو رصد بکنن و بهش امتیازدهی بکنن. مثل این میمونه که شما یک فرد رو مأمور بکنید دنبال یک دانشجو بیفته و ببینید که آیا در طول فعالیت بالینیش در درس‌های بالینیش، حالا چه اون شخص استاد باشه یا یک نفر رو تربیت بکنید برای این کار که بره و ببینه دانشجو آیا اصول رازداری، رفتار حرفه‌ای و مسائلی از این دست رو آیا رعایت و پیاده میکنه یا نمیکنه. پس کار بسیار سختی خواهد بود. از طرفی معمولا شما برای حیطه‌های دیگه اصطلاحاً میگیم ابجکتیو و معیارهای مشخص و تعریف شده ای رو میتونی تدوین بکنی و بخوای بر اساس اون نگاه بکنی و بسنجی که آیا فراگیر یعنی دانشجوی دندانپزشکی ما این معیارها رو رعایت کرده یا نه. در خصوص حیطه‌های نگرشی معیاربندی به شکل یک استاندارد و که توش وحدت رویه وجود داشته باشه کار راحتی نخواهد بود. و دست آخر مقاومت در برابر تغییر هستش. هر ساختاری که شکل میگیره همه شما بهتر از من میدونید وقتی میخواد تغییری درش ایجاد بشه با مقاومت ها مواجه خواهد بود. این مقاومت در آموزش دندانپزشکی از بالاترین لایه ها تا پایین ترین لایه ها حتی ممکنه مشاهده بشه. اما من فقط یک مثال رو بخوام بگم، مثالش رو بخوام در مورد زمانبندی دوره آموزش بگم یا جنبه‌های اجتماعی یا نیازی که جامعه به یک دانش آموخته داره، باعث میشه که شما تقویم آموزشی رو یا طول دوره رو به این راحتی نتونی افزایشش بدی. اما یک مثال بخوام اینجا باز مطرح بکنم از جانب خودم که افتخار تدریس به عنوان هیئت علمی داشتم نگاه میکنم و خودمونی میگم انگار که یک سوزن باید به خودمون بزنیم تا بخوایم یک جوال دوز به بقیه. این نمودار رنگی رو توی اسلاید قبلی نشون دادم. میگیم محتوایی که آموزش باید داده بشه در هر واحد درسی یا هر برنامه درسی 3 تا لایه مختلف داره. یک لایه محتواهایی است که بسیار ضروری و حیاتی است که آموزش داده بشه و اگر دانشجو اینها رو یاد نگرفته باشه عملاً به عنوان یک دندانپزشک توانمند نباید دانش آموخته و فارغ التحصیل میشه، چون به نظام سلامت ممکنه آسیب‌های جدی وارد بشه. should know یا آن چیزی که مهم است که یاد گرفته بشه شاید بتونیم در قالب موارد ادوانسد تخصصی تر ازش یاد بکنیم، یعنی یک دانشجوی دندانپزشکی که دانش پیشرفته تری داشته باشه طبیعتاً میتونه عملکرد بهتری داشته باشه. و در لایه سوم، لایه‌ای که تحت عنوان good to know، خوبه این مطلب دونسته باشه دیگه، اگر جایی در کوریکولوم و در برنامه آموزشی باشه اون رو لحاظ میکنی. پس اولویت بندی اینه که هر چقدر فضا وجود داشت برای لایه زرد، هر چقدر که بعد مثلا پر شد باقی ماندش با لایه قرمز و باز هم اگر فضا باقی مونده بود شما از محتوای لایه آبی یا good to know استفاده میکنید. اما در عمل چه اتفاقی میفته؟ حداقل ما در کوریکولوم خودمون به این شکل یک چیزی به نام مقاومت در برابر تغییر داریم که اون برمیگرده به مسائلی مثل مسائل ارتقای هیئت علمی. اینا فقط نمونه هایی است که من به خاطر اینکه فایل خیلی طولانی نشه دارم اینها رو سعی میکنم با ذکر مثال و به صورت خلاصه مطرح بکنم. هر گروه آموزشی رو که شما در نظر بگیرید، میخواد جراحی باشه، میخواد ترمیمی باشه، میخواد آسیب شناسی باشه، میخواد ارتودنسی باشه، محتواهاشون رو باید به خاطر این افزایش حجم و اون هایپرتروفی که قبلا به شما نشون دادم کم بکنم
اما نوعی احساس خطر شاید بتونیم بگیم در میان گروه‌های آموزشی و هیئت علمی وجود داره که اگر سهم خودشون رو در کوریکولوم دندانپزشکی در خطر ببینن، براشون مسائلی از جمله فقط مثالهای موردیش رو میگم که در مورد ارتقای این بزرگواران ممکنه چالش به وجود بیاد. بنابراین به جای اینکه ما یک کوریکولوم به این شکل داشته باشیم که همه منظم و مرتب کنار هم چیده بشن، جا داشته باشن که بتونید شما علاوه بر لایه زرد رنگ واجب، لایه قرمز و چه بسا لایه گوتونوی آبی رنگ رو بتونید توش لحاظ بکنی، این شکل در کمیته های کوریکولوم مورد بررسی قرار میگیره. هر گروهی برای خودش سهمی رو میطلبد که در برنامه آموزشی دندانپزشکی جایگاه خودش رو بتونه حفظ بکنه و در برابر کاهش محتوا مقاومت از خودش نشون میده. پس مثالی از مقاومت در تغییر رو برای شما عنوان کردم که از جانب هیئت علمی یا گروه‌های آموزشی ممکنه مطرح باشه. خب با این پیچیدگی ها و این چالش هایی که من فقط مثال هایی رو در حقیقت میتونم بگم ذکر کردم، باید بگیم که آموزش حیطه نگرشی یا علوم انسانی خیلی با چالش مواجه خواهد شد و بتونه برای خودش یک راهی پیدا بکنه، یک سهمی رو برای خودش اونجا باز بکنه، کار رو بسیار بسیار سخت میکنه. اینکه چه راهکاری در بلند مدت باید تلاش بشه و این بازنگری اساسی در مورد کوریکولوم صورت بگیره، اما در کوتاه مدت برای من و شما دانش آموخته فعلی که از برنامه آموزش دندانپزشکی دیگه فارغ التحصیل شدیم، آیا امکان ارتباط با مسائل نگرشی و آموزش در حیطه علوم انسانی باید قطع امید بشه؟ شخصاً اینطور فکر نمی‌کنم. شما راهکاری به نام آموزش مداوم یا Continuing Education رو میتونید در نظر بگیرید، یعنی ادامه یا همان چیزی که به عنوان میاسا یک زمان زآموختن رو در نظر بگیرید. حتی کوریکولوم هم عزیزان در گروه‌های کمیته‌های علمی هم با این نیت رو دارد. واقعیتش تلاششون این هست که برن به سمت یک آموزش همه جانبه و کامل که توانمندترین دندون پزشکان رو بتونه فارغ التحصیل بکنه، اما معمولاً در قالب تنها یک شعار میتونه محدود بشه. شما در خط سوم مسئله لایف لانگ لرنینگ یا همون آموزش مادام العمری رو که الان اشاره کردن میبینید که قید شده، اما وقتی محتوای این برنامه آموزشی رو شما ورق میزنید و درش یه مقدار کنکاش میکنید، میبینید همین عبارت تقریبا فقط در همینجا باقی مونده. خیلی به اینکه چگونه میتوان آموزش مداوم داشت رو یا ابزارهاش رو و شرایطش رو زیاد بهش نمیپردازه. در حالی که من در این همایش خواستم که با کمک عزیزانی که در این پنل من رو همراهی کردن این نکته رو متذکر بشیم که آموزش مداوم ساختارهای متفاوتی داره که باز به صورت مثال فقط میگیم دوره‌های بازآموزی، کارگاه‌ها یا همایشی مثل همین همایش اکسیدا که من این سخنرانی رو درش ارائه میدم میتواند یک جایگاه برای معارفه و پرداختن به مسائلی از این جنس بخواد باشه. و خب لازمه این کار البته اکتفا به همایش نباید باشه. ما باید یه مقدار از فرصت‌های بیشتری استفاده بکنیم، چون در یک کنگره بزرگی مثل اکسیدا عزیزانی که تجربه حضور در اون رو دارن به قدری حجم محتوا متناسب با اون انفجار علمی زیاد هست که یک شرکت کننده در یک کنگره همزمان ممکنه دلش بخواد در چند برنامه آموزشی که در سالن‌های متعدد داره برنامه برگزار میشه شرکت بکنه، ولی امکان و فرصت اون رو پیدا نخواهد کرد. به خاطر همین شخصاً در جمع‌بندی به نظرم میرسید که این همایش در این سخنرانی، مجموعه سخنرانی هایی که در قالب 2 تا پنل
آشنایی با علوم انسانی در دندان پزشکی بود، سعی کردیم فقط یک روزنه و یک معارفه ای داشته باشیم برای مخاطبین عزیزمون که به لطف اطلاع رسانی و استقبال و حمایتی که از شورای برگزاری همایش از ریاست محترم همایش سرکار خانم دکتر شهبازی، دبیر محترم علمی جناب آقای دکتر آخشته، حمایت هایی که صورت گرفت و اطلاع رسانی هایی که شد، ما از حضور ارزشمند تعداد زیادی از همکاران در پنل ها شاهدش بودیم، در حالی که در اکسیدایی که صحبت از زیبایی، صحبت از تکنولوژی، صحبت از سایر علوم تجربی یا نمایشگاه خرید تجهیزات در نظر گرفتن تمام این موارد واقعا جای قدردانی داشت از حضور عزیزانی که از میان تمام این برنامه‌های متنوع کارگاه پنل‌های علوم انسانی رو انتخاب کردند. عرایض من تموم شد در این همایش. فقط یه نکته ای رو که خیلی برام جالب بود و خواستم که این رو هم حتما در نظر بگیریم، من در انتهای سخنرانیم از هوش مصنوعی یا چت جی پی تی خواستم با ارائه ضمن اینکه محتوای سخنرانیم رو بهش گفتم، ازش خواستم یک جمله پایانی برای سخنرانی من به من ارائه بده و بسیار پاسخ تأمل انگیزی به من داد و اونم این که اگر میخواهیم کمتر اشتباه بکنیم باید بیشتر انسان باشیم. این رو یک انسان نمیگه، هوش مصنوعی میگه. پس خیلی باید حواسمون به جنبه‌های انسانی در حوزه درمان خودمون باشه. بی نهایت از توجه شما به این عرایض سپاسگزار هستم.